سلام سیمی، راه گم کردی. نمیذاری بیام تو؟ وسطایی رو دیگه میخواستم برگردم برم خونه، بس که ترافیک بود و دیگه ببینی تمام تهران ریخته تو خیابون. مردم کم بودن، بسیج و نیرو انتظامی هم اضافه شدن. یه دقیقه بابا آروم بگیر. گفتم شاید منتظر یکی دیگه بودی مثلا. کی غیر از تو اینجوری سرزده میاد سراغ من؟ چطوری تو؟ ها؟ خوبم. حلقت کو؟ رو میز کارم. سینجین تموم شد؟ عطرش